درود سلام. امروز دوستای عزیز آمدم که زیربنای کانادا را در تصویر بکشم و سعی کنید این کشور واقعا چقدر زحمت کشیده. واقعا توسط یک تا ستون یا بهتر بگیم یک دانه پایه 2 تا مترو همزمان از رویش در حرکت. خلاصه حرکت منه و بسیار جای عالیه، بسیار واقعا زحمت کشیده. دیگه زیر مجموعه شهرهای کانادا واقعا عالیه. 2 تا مترو همزمان در تصویر میشیم که واقعا دولت مردای کانادا واقعا زحمت کشیده برای پیدا گذاری کانادا و متروی ساخته روی 1 تا ستون که همزمان 2 قطار و یا 2 مترو همزمان حرکت کنه و بدون کدام راننده یا بدون کدام موتور. کاش سر دریای کابل هم میتونه نقشه پیاده کنه دولت مردا. از روی دریای کابل میتونه که نقشه ایجاد کنه و امیت یک مترو بسازه. دیگه بریم که این مترو را نزدیک ببینیم که واقعا بدون راننده است یا نیست. باش که اینجا یعنی بخیر دروازه واش شد و بریم تا اینکه از نزدیک تماشا کنیم که این متروی بدون راننده چه رقم مترویه و چه رقم حرکت منه و یک از توسط هوش مصنوعی کار منه که هیچ کدام راننده نداره، هیچ کدام موتوران نداره. دیگه باش بریم از نزدیک تماشا کنیم و ببینیم که این مترو چه رقم یک مترو است. واقعا دولت مردای کانادا خیلی زحمت کشیده و واقعا کشور ساخته، یعنی کانادا را کانادا ساخته. با واقعیت که جای عالی است. هر 3 دقیقه یا 4 دقیقه یک مترو میآید و مسافرین خره همونطور توسط هوش مصنوعی کنترل میشه و پیکاپ میکنه. دیگه باش اینال در ایستگاه مترو آمدیم، بخیر منتظر مترو هستیم که باش ببینیم مترو کی میاد. مترو هر 2 دقیقه یا 3 دقیقه یک دانه مترو میاد. دیگه واقعا سعی کنید اینقدر فضا فقط روی 1 ستون طراحی شده و ساخته شده. کاش میشد که دولت مردای افغانستان هم خانه‌های مردم رو قدر خراب نکنه، توسط 1 دانه ستون بتونه که مترو یا حمل و نقل مردمی را ایجاد کنه و پیاده کنه. دیگه اینه 1 دانه مترو آمد. سعی که کدام موتوران هیچ نداره، هیچ موتوران نداره، فقط توسط هوش مصنوعی کار میکنه. دیگه اینا هم باش ما در این سمت موریم منتظر 1 متروی دیگه هستیم. فقط از داخل شهر رد شده اما شهر هیچ خراب نشده، فقط روی 1 دانه ستون علم شده یا کار شده. اون بخیر متروی که من منتظر بودم هم اینال میه بخیر تا بریم ببینیم که واقعا بدون راننده هست یا نیست. از نزدیک تماشا کنیم. دیگه ویدیو تماشا کنید و لذت ببرید. این متروی از نام آمد بخیره. اینال بخیر من مرم داخل سیلنم که راننده داره یا نداره.
واقعا کانادا رو کانادا ساخته. سعی کنید سر یک دانه ستون تمام حمل و نقل مسافرینی که در بین شهر رفت آمد منه توسط اتوبوس و توسط زمین مترو که توسط یک دانه ستون ساخته شده، خلاصه کار منه و حمل و نقل منه. بخیر باشین، در پناه خدا باشین، موفق باشین.